عاقبت‌های جنگ در شهر کیف. این نوار تقریباً 8 کیلومتر دورتر از قصر پرزیدنت اوکراین ثبت شده است. ساکنان میگویند که نظامیان روس تلاش کردند در نزد ایستگاه مترو سنگر بگیرند. شب گذشته تیرپرانی شد. خدا را شکر که سربازان ما توانستند موفق شوند. آنها درست عمل کردند. آنها را کسی به اینجا نخوانده است. هر کسی با شمشیر به اینجا می آید با شمشیر کشته می شود. این اتوبوس به یک قسم حربی نیروهای وزارت مدافعه اوکراین تعلق داشت. درباره قربانیان حادثه تا لحظه ثبت نوار گزارش نبود. اما جسدهای روی زمین دلیل آنند که حمله به قربانی نیست. دیدن جسدهای سلوفان پیش در خیابان، ماشین‌های ترکیده و سوخته و ولنگار در کوچه‌های کیف این شب و روز قریب به یک صحنه عادی تبدیل یافته است. این نوار را مهاجران تاجیک از اوکراین به رادیوی آزادی فرستادند. نوار از روز 28 فوریه در نزدیکی سفارت روسیه در کیف ثبت شده است. در این ماشین حربی به نقل شاهدان، نظامیان روس با لباس سربازان اوکراینی به شهر برآمدند. ساکنان امید دارند که روسیه شکست می‌خورد. ما پیروزی را انتظار داریم. من فکر میکنم آنها را شکست میدهند. آنها میگریزند. همه چی خوب میشود. مهاجران تاجیکی که حالا از کیف نبرآمدند میگویند وضع در شهر بی‌نهایت بد است.